پیش از سر کردن ویدیو کانال خواهر اسلامی من را که با نام ولاگ تاجیکسکای سیمیا یعنی کانال ولاگ را من برای شما توصیه می‌کنم. کانال بهاد ناز. این کانال در آمده میتونید شیرینی، پخت و پز ها، ولاگ های هر روزه این خواهرمان را تماشا کنید. بهاد دوست و یکان زیبا دارند. زادروزهای آنها را هم جشن گرفته برای شما من ولاگ گذاشتن. حتما آبونه شوید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله با دستگیری ما کانال این خواهرمان پیش میرد. حتما لایک ماندن را فراموش نمی کنیم. دستگیری شما پیشروی ما زنهای تاجیک می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک پیروگ осонаки با کفیر تیار میکنیم. یعنی مثلا کفیرای ما холодильник به وایرون میشد. میتونیم اگان چی تیار کنیم اسراف نشود. برای همین امروز خواستم یک پیروگ осонаки تیار کنم. و محصولات لازمه برای ما 2 دانه تخم، 4-5 قاشق سметана یا که کفیر، شیر، وایرون شدگی باشد، یگانچی نمیکند. 10 قاشق کالون آرد، 8 قاشق شکر، 100 میلیلیتر равгани رستانی و 1 پاچکه разрих لازمه. جای разрих رو میتونید ساده استفاده برید. این محصولات برای تیار کردن پیروگی ما لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اول 2 دانه تخم میگیریم. اول میکسرم لازم نیه. ما وینچکی تیار میکنیم. 2 دانه تخم حتما شکرکی لب میزنیم. حتی تا سفید شده ما همه محصولات لب میزنیم. همین نمود وینچک برای لات زدن بهاد ناز. نگاه کنید پرژین بهاد آسان تقریبا زیر میشه. همه محصولات ما یک خیل آمیخته میکنن. من نگاه کنید وینچک هم 2 نمون میشه. من اینش بهاد ناز نگاه کنید زیر میشه. من محصولات چخی اتاک آمیخته میکنن. میتونید همه وینچکای هم استفاده برید. نگاه کنید چخی خوشوره یک خیل لات داشت برای لات زنی نمیم آسان. من نگاه کنید چه سفیدی خوش رو آمد. یک دنبه ما اکو من 3-4 قاشق سметана همراه میکنیم. سметана من равгани همراه میکنیم. من محصولات رو آمیخته میکنیم. من اکنون آرد 5 قاشق آرد همراه میکنیم. من اول 5 قاشق شد. 5 قاشق حتما آرد و ما разрих همراه میکنیم. اگر ساده استفاده برید ساده سметана یا که کفیر که ارالش کرده و مخته کرده همراه کنید که بهاد نقص برای اینکه باید ساده بسیار نمیکند. اکنون همه محصولات ما خوش رو آمیخته میکنیم. چه سفیدی خوش رو آمد. که آرداموی هم همراه میکنیم. خودش خمیر معلوم میشه تیار شود. من خمیریم هم تیار شد. نگاه کنید نه غفص نه سویوق نمیتور باید تیار شود. من اکو форма گرفتم. форма چی مایده چه گرفتم. فرمی ما 18 سانتیمتر به 28 سانتیمتر. من فقط درونش 6 سانتیمتر کردم برای اینکه پیروگی ما همین درونش بمیشه. من مایده چه форма چی گرفتم. نه خواهید پرگامتنی بماگمانید یا که масла молида آرد زنیدن میشه. پرگامتنی بماگم باشه. فرما رو میگیریم.
باز هم болаззат омадани пирогмон ман чормагзу камтар мавиз ҳамроҳ мекунам. با خواهشی خود هم تو پزیدن میشدگان هم تو پزیدن میشد. طبخه بسیاری بدم نمیکنیم که وزمینی کره پدیامشه باشتن بام نمیمونتم چورماغو مفیز مکنون همین خمیرامایه به مدتی 30-35 دقیقه 170 درجه تفتاننده پخته میگیریم. mana چگونه میبینید پیراکی ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چه خیلی اومد بیهد خوشرو پخت بیهد باید خوشرو میکند. ما این که فرما میگیریم. پشتیش نگاه کنید چه خیلی اومده. من کاغذش میگیریم نگاه کنید چه خیلی اومده است. بیهد خوشرو پخته است. ما کنه ریزه میکنیم. خواهید سخرنی پودرا پاشید. من یگانچی نمیپاشم. عصبی من روش چخیل شروع چورمغز و ماویز دار. ما اینه که شروع ریزه میکنیم. چخیل خواهید ریزه میکنیم. خمیرش بیخد جایی باد. یعنی خرستی اشیامده است. درونش میبینیم. نگاه کنید چخیل ملایمه ریزه کنیاش. ولی راستی این خنوکی سخت شد. mana داخلی پیراکی ما پشتاش چقدر شروع پختگی نگاه کنید. mana خودش معلوم که خمیراش چقدر آمدگی mana ریزانه پشت میرد. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. نگاه کنید پدیامش زیر کنیم از نو میبرد. کانال ما دستگیری کنید، подписаться کنید یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.